از دست دادن فرصت‌ها جزء جدایی ناپذیر زندگی ماست. نمیتوان با این موضوع مبارزه کرد و حسرت خوردن تنها واقعیت را از ما دور می‌کند. حسرت دردی را از ما دور می‌کند که باید درکش کنیم و اجازه دهیم که از بدنمان عبور کند. ما به زندگیمان برسیم و آن فرصت هم کارش تمام شود و برود و جزئی از گذشته‌ای شود که قرار نیست مدام با حسرتی داغ شود. به هر حال فلسفه زندگی هر چه که باشد گویی با از دست دادنی دائمی عجین است که راه فراری از آن نیست و قطعاً این از دست دادنها آسان نیست، اما آنقدرها غیر قابل تحمل هم نیست. ما از دست می دهیم. پدر و مادرهای ما هم فرصتهای زیادی را از دست دادند. قرار است کودکان ما هم از دست بدهند. برای دست کشیدن و رها کردن موقعیت و یا شخصی باید اول از دست دادن را به نوعی تجربه کنیم، یعنی باید از دست دادن را حس کنیم و برای این حس کردن باید بتوانیم واقعیت‌های دنیا را آنگونه که هستند ببینیم. ما برای هر به دست آوردنی چیزی را از دست می‌دهیم. برای به دست آوردن خانه بزرگتر احتمالاً باید بیشتر کار کنیم و آزادی و راحتی گذشته را از دست می‌دهیم. برای دیدن ازدواج فرزندانمان بودن آنها را در خانه از دست می‌دهیم. برای داشتن مویی کوتاه لذت بافتن مویی بلند را از دست می‌دهیم. به هر حال در هر به دست آوردنی نوعی از دست دادن وجود دارد و حقیقت این است که برای به دست آوردن یک رابطه یا یک موقعیت دیگر باید رابطه قبلی و موقعیت قبلی خود را از دست بدهیم. اینجاست که از دست دادنها شبیه راه‌های نجات دهنده در زندگیمان ظاهر می‌شوند. ما می‌توانیم یا به این راه‌ها اعتماد کنیم و آنچه را که مدت‌ها قبل از دست داده‌ایم رها کنیم و به استقبال تجربه‌های جدیدتر برویم و یا همچنان به از دست دادن‌هایمان بچسبیم و هر روز بیشتر احساس درماندگی کنیم. در نهایت انتخاب با ماست. ممنون که تا اینجا با رادیو F2N همراه بودید. روز خوبی داشته باشید.